من ریدم تو بردت ابراهیم قانم. اینا ضرباییه که ابراهیم قانم نوجوانمرد به کشتیگیر ما زده و باعث شده به خاطر بلیدینگتون یا همون استراحت پزشکی کشتی رو قطع کنن و کشتیگیر ما رو بازنده اعلام کنن. عجیب سهرابی دنبال اینه که بله رأی به شکست برد ابراهیم قانم خیلی ناجوانمردانه بوده و امیدوارم توی فینال مدال طلا رو از دست بده. ابروش ترکیده سهرابی سمت دانیال می‌خواست مدال طلا بگیره و جایزه نقدیش رو 2 دسته تقدیم مامانش کنه چون لحاظ اقتصادی شرایط خیلی بدی دارن. اینجا هم اعتراض رئیس فدراسیون کشتی ایران رو می‌بینید که داره میگه حتی شما یه دونه اخطارم بهش ندادید. اون ناجوانمردانه کشتی رو برد و شانس طلای ما دست رفت. اینجا هم ناراحتی دانیال سهرابی رو می‌بینید. پسر من چقدر با این صحنه اشک ریختم. یکی از شانس‌های مدال طلای ما بود. و چقدر سخته واسه کشتیگیری. اصلا باورش نمی‌شد مدال طلا شده است. خیلی ناراحت کننده است.